восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью он мудрый, им дает совет. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیز شبکه شما. امروز جمع تبریکاتی شهران در دهه میرانپور برای تبریک کردن جشن زادروز سید بابا آمدیم. از نام جیان ها، از نام فرزند و نبیره ها، پدر عزیز خاندان را تبریک میگویم. لحظه های خرسندی شادیانه خانواده را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید و آغاز میکنیم. پدران، مادران عزیز، خویش و تباران، عمک و خالجان ها، همه شمایان را با امروز زادروز پدر بزرگوار خاندان سید بابا خوش آمدیدتان بگوییم. برای ما سید بابا همراهی فرزند و نبیره ها لازم هستند. بعد خرسنگ میزنیم برایتان. مرحبا. تبریک میکنیم از ما زادروز مبارک. مرحبا. سید بابا زادروز مبارک. روز تولد را، امروز مولود خجسته را، جشن زادروز را برایتان مبارک باد میگوییم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. امروز شما را از نام فرزند و نبیره ها، از نام جیان ها، برادر و خواهران عزیز صدقاً تبریک میگوییم. گفتن برادر بهترین ما، برادر کلانی. خدا رحمت کند پدرم را، مادرم را. بعد از گذشتن آنها برای ما همین اکامان همچون پدر هستند. برای ما مصلحتچی در خاندان ما روز خرسندی، روز شادیانه باشد، البته با مصلحت هایشان برگزار میکنیم. در حقیقت پیر خیرتمند هستند. کسب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را از خود کردن و چندین سالها چوپانی کردند، باغبانی کردند. فقط مهنتی حلال کرده فرزندانشان را با شادروان ینگمولایمان کلان کردند. و از خداوند میپرسیم که عمری بردوام همان گذشتگان را برای امروز صاحب جشن ما داده‌اش راست باشد. همیشه صحت سلامت گردن و در سر فرزند و جیان و نبیره ها، ما خواهران و دادران دعاگوی شده گردند. میگویند چشمه های از محبت نورشرار دارد پدر، سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بحر اقبال و سعادت در نبرد زندگی، از سری جان عزیزی خود گذر دارد پدر. البته سید بابا پدر چنین انسان است که برای فرزند از تمام هستی خود جدا می شود و برای فرزند فراوان زندگی کردن است. شب را شب و روز را روز نگفتم مهنت می کند. از نام همه فرزندان عزیزتان برای شما هزار هزار تشکر رحمت ها می گوییم. همیشه در سر فرزندان دعاگوی شده گردید که تا دم پیری همه فرزند و جیان ها از شما دعای نیک گرفته گردند. می گویند ای پدر جان خاک پایت می شوم،
وقتی پیری من عصایت می شوم، با همه دار و نداری زندگی روی حولی کفش پایت می شوم. از نام جیان ها، از نام فرزندان در اینجا یک کتاب قیمت بهاترین قرآن کریم را پیشکش می کنیم. زادروزتان روزی تولدتان مبارک باشد. قبول کنید. مرحبا. سرداری شاه گل پناهی با زبان تو یا امید و دلگرمی. پیش از تئاتر رو بریدن چخیلی که مادران ما دوست می‌دارن صاحب جشن تبریک کرده آغوش کردن رو. مرحمت. خواهران یک تک تبریک کرده آغوش میکنیم. دختران مرحمت. پدر را آغوش میکنیم. امروز زادروزشان است. بعد از آن یک جای شیرینی را میبریم، از آن تناول میکنیم. مرحمت. زاد روزت مبارک پدر جان، وجودت نبیند درد پدر جان. تو هستی اساسی عمری فرزند، که بگویم درودت ای پدر جان. پدری عزیز و مهربان، تولدتان مبارک. من شما را از نام خودم، از نام همه همینجا شتگیا، از نام دادرم سلیم جان که در مسافرت است، شما را تبریک گفته و شما صحت و سلامتی، عمری بردوام، تنی صحت می طلبم. باز یک بار دیگر روزی شکرانه اتان مبارک باشد. السلام علیکم خواهران مهربان، دادران عزیز، همه شمایان رو به این درگاه خوش آمدید. نور دیده تاج سر میگویم. من امروز از این فرصت استفاده دادنم را با این روز نیک، با روز شکرانه‌اش از صمیم دل تبریک و مبارکبادی ها نموده به این عمری درازی بردوام، بی‌دردی و بی‌غمی، الها پیری براحت شوند، در دوره نبیره های فرزندها فقط دعاگوی نیک شده گردم. دوستی دوستی میکند اما برادر دیگر است، هیچ کس جایش نگیرد، او برایم دیگر است. مثل غمخواری به مثلش قدردانی من که او فخر می سازم به نامش، فخر می سازم به نام هر دویش، چون که برادر دیگر است. دوستی دوستی می کند اما برادر دیگر است. 100,000 دوست باشد در بدی من چون نیست، در غم و شادی شریک است، چون که برادر دیگر است. یار و دوستان در نظر دارند بر مال او، خوش بر سر کیاران، چون که برادر دیگر است. دوستی دوستی میکند اما برادر دیگر است. محفل دوست شاد روم، هر چی زنم من خندگی، لیک تبسم پیش پایی، برادر دیگر است. لایقا در راه دوستی هوشیار باش در هر قدم، چون که دوستی میکند اما برادر دیگر است. باز یک بار دیگر دادر جان عزیز، روز نیکتون مبارک شود، عمری دراز بینید، همه در سری ماها صحت سلامت گشته، قوت دل مهشته گردید. الله اکبر. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدر و مادران مهربان. من به همه ما معلوم است که امروز روزی زادروزی پوچم شده است. من برای پوچم صحت سلامتی عمری دراز میخوام، برای عائله‌شون، برای بچه‌هاشون خدای مهربان همه وقت خدا قوت تیای پوچم نگاه بین کنه استنی نکویا. سلیم جانم در راه کی دور باشه در که همه وقت خدا موهای خلقت میسته، رحمت به خلقت گیاکوشون. خیلی پوچه شما هم سر دور الهی حاجی بابا شله این سال سریع با شما کیم که جوان بفرستونه با هم خیلی زیافت رو دادم، همینجا با هم بیاکون بشینیم، هم بیاکون خوش آمده مهمونکای عزیز، خوش آمده اموتون. السلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان گرامی. من امروز زادروزی برادرم شده ایستاده است. من از این فرصت استفاده بوده و برادرم صحت سلامتی عمری دراز آرزومندم. میخواهم که همه وقت در گرد و اطرافشون نبیره ها باشند و این کس حاجی بابا شوند. در اینجا ینگم لام نیستن اون کس آخرتشون را آباد کرده باشد. ما اون کس را ینگم لام
با مانند خواهرمان خواهر میگفتیم اون کس جایشان جنت شود الهی مکرم. باز یک بار دیگر زاد روزتون مبارک دادر عزیز. الهی 120 ساله شوید و بعد پیر شوید. رحمت سلامت باشند. اکا جان سر دادره در سری ما ساق سلامت گردهی قدرت با تبریک نه خب نباشد شیرینی را یک جای نزدیکتر میبیاریم. کنی فرزندان یا شما گذره دایتی و خواهران شما هم یک جای استیتان یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحبا. Льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد. Понедельник и среду, мне без разницы приеду, потому что день особый, но таблетка хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя мою на сцене. امروز من فرزند عزیزی خاندان سلیمکه که در مسافرت هستند. سلیمکه سلام از نام همه خویش و تبار به شما تبریک میگویم. البته مهنت حلال شما کدی کلان شدن و من برای مهنت حلال کدی فرزندان را برای کلان کردن در مسافرت گشته ایستادم و قرض فرزندی خود را برای ادا کردن. همیشه دعاگوی همین فرزندان باشید. از نام سلیمکه شما را تبریک میگویم. پدر برای فرزند برای عیناً پسر قهرمان زندگی هستند. میگویند ای پدر ای مایه فضل و کرم، وصفی نامت تا به گردونها برم، کیست غیری تو اندر جهان می نهد دستی مروت بر سرم. ای پدر ای شاه ستون خاندان، وصفی نامت لایق صد داستان. از نام سلیمکه بار دیگر تبریک ادا کند که با آرزوی قلب خود رسند و برای شما زیارت عمره نصیب کند و ما برای خاندانتان برای تبریک حجاشی ها آمدن نصیب کند. زادروز مبارک. مادران عزیز دعوت رو به رقص میدهیم، یک جای میرقصیم، خرسندی میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحبا. جانو خوبا جانکم صد ساله شوید تاقا جان. شما بعدی ما هم پدر هم مادر، من انمی مادرم تبریک میکنم. صد ساله شوید تاقا جان، سری مادر ساق باشه. هزار رحمت. تشکر. خدا رحمت کند. فضالت خاورا انسان بسیار خاکسار و صمیمی بودند و امروز وزن رو اکنون با شادی و خرسندی دوام میکنیم. عمر است ما بنده ایم، البته هر آمده ها رفتنی دارند. خداوند کریم رفتگی ها را شاد کند و گروه هایشان را پرنور گرداند. مرحمت. مادران شما این را به رقص تکلیف میکنیم. مرحمت.
شب و بیام مسیر من دنیای من
سعید بابا را در روز زادروزشان تبریک کرده لحظه های خرسندی بهترین این خاندان را به تاریخ مهر ساختیم و پیشکش شما عزیزان کردیم. با ما باشید، خود را احتیاط کنید. سعید بابا 120 ساله شوه، زادروز مبارک. سال خوش.